از اون لحاظ یعنی شما در بخش مهم و حساس رو دارید. خدای نخواسته غفلت اگر صورت بگیره وقت فساد منجر به فساد نظام میشه، فساد منجر به فساد وزارت میشه. از اون لحاظ نیاز است که باید دقت توجه اینا مصرف شود. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم وقت از یاد نگیریم، تفتیش یا مفتشین گرامی باید چند صفت را دارا باشه. البته برداشت خود ما چند صفت را دارا باشه. اول اخلاق، نمونه اخلاق باشه، نمونه عملی قرآن در روی زمین باشه، نمونه عملی سیرت در روی زمین باشه. ما در کنار ای که یعنی مفتشین گرامی در کنار ای که یک هیبت در سطح معنا در اداره ایجاد میکنه، باید با اخلاقش اخلاق پیامبرگونه باشه. از برخوردش، از نشستش، از برخاستنش، از صحبت کردنش، از سلام دادن، از نماز و غیره همگی باید متأثر شد. اینا باید نمونه باشه تا دیگران از اینا الگو برداری بکنه، بخشای دیگه از اینا الگو برداری بکنه. خدای نخواسته خشن نباید باشه، تون نباید باشه. درست است ما در تفتیش هستیم، ولی با اخلاق خوب باید مدیریت بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی دعوت 23 سال تا مکی و مدنیش اگر ما بررسی بکنیم کی را سلی زد؟ کی را پیامبر خدا با کی خشونت برخورد کرد؟ نکرد. عربی آمد حتی کاری که نسبتاً به ظاهر چه بود ناشایست به داخل مسجد انجام داد. صحابه می‌خواستن تعذیبش بکنن، پیامبر گفت نزنشون. این برخورد پیامبر بود. به خاطر اداره یک جامعه با ما شما باید برسونید. امت ما باید چی بکنه؟ از اون خاطر مفتشین عزیز، مفتشین گرامی باید نمونه اخلاق باشه. ما با اخلاق باید اوضاع را کنترل بکنیم. اخلاق باید مدیریت بکنیم. یک نکته دیگری که می‌خوام بگویم، مفتشین گرامی باید از یعنی از تمام امراض معنوی باید تخلیه شده و بالاخره تصفیه شده باشند، ولی از یک